سلام و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. اسم من ارشیاست و امروز قراره که تو این ویدیو هم که همونطور که روی تایمنیل دیدین آهنگ ایرانی رو بیاریم داخل خود جی تی ای، اون با ماشین‌های ایرانی که اصلا نگم براتونه. من الان یه ماشین بیارم برای مثال، حالا اینجا عده رو بزنیم 405 زیبای ما بیاد. نوبت چیه؟ آهنگ زدنمونه. ماد ولورا رو یه لحظه یادم بالا میاریمش. حالا من واسه شما یه دونه آهنگ بزنم. البته آهنگ اینو قطع کنم که اشتباه نشه. با ماد میهو میتونید ببینید به خود گرافیک ما با ماد اینجا واسه خودمون آهنگو فعال میکنیم. دقیقاً به همین صورت موزیک و یکی از همونطور که میبینید اینا تنظیم داره. من صدا من نمیدونم میاد. اینا همه تنظیمات داره، یعنی صداشو میتونید کم و زیاد کنید. اینجا همه چی نوشته ولوم و این چیزا. توضیحات تکمیلی تو ویدیو میدم. خیلی آسونه، با گوشی هم میشه، یعنی با گوشی هم کاملا میشه انجام داد این کارو. فقط من دارم رو مرورگر میام که حالا راحت تره. رو مرورگر میام روی پی سی میرم که حالا بتونی بری راحت تر. یانا این چیزا رو ول کن بریم که شروع کنیم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. دوباره میگم حالا ما واسه اینکه کارمون شروع کنیم نیاز داریم آهنگ دلخواهمون رو دانلود کنیم. آهنگی که دانلود میکنیم هم فرمتش مهم نیست. مثلا من برای مثال میگم یه دونه فقط یه چیز ساده میذارم دانلود. حالا من انگلیسی کنم. یه آهنگ همینطوری رو دانلود میکنه، MP4 باشه یا حالا هر فرمتی باشه مهم نیست. اون آهنگی که دارین و فقط نیازه که فرمتش رو مثلا بدونیم. ما برای مثال اصلا نمیدونیم چی است، فقط دانلودش میکنیم. خب این از آهنگی که دانلود شد. الان بیریم اینور. خب ما الان میریم آهنگمون رو پیدا میکنیم. از رو موبایل هم به همین صورت. رو موبایل فقط نیاز نیست آهنگ تو گوشی دانلود میشه، میری تو پوشه حافظتون دانلودتون. خب این آهنگ ما با فرمت MP3. این فرمت میتونه متفاوت باشه. ما برای اینکه آهنگامون رو داخل کنسول بیاریم نیاز داریم فرمت خود آهنگامون به واو یا حالا WAV تغییر کنه. حالا بگین چه جوریه؟ فقط نیاز برین تو گوگل. اینجا آهنگتون هر فرمتی داشت، این قسمت آخرش این دات فلانش نکنید، این دات فلانش هر چیزی داشت و اصلا همین رو کپی کنید یا اصلا اسمش رو حفظ داشت. بیا تو گوگل بزنید مثلا MP3 تو واو خودش میاره. بنویسید تو واو همونطور که نوشته. سایت اولی ما قبلا هم توش اومدم، خیلی هم اوکیه. بدون فیلتر هم بالا میاد. واسه حالا تبدیل آهنگامونه. شما اومده اینجا، از اینجا روی انتخاب فایل بزنید، یه صفحه تو گوشیتون باز میشه، آهنگتون رو بهش میدید، محل آهنگتون. حالا اگه مثلا روی پی سی هستی خیلی راحت درگ اند دراپ کنید و ثبت کنید که ثبت نکنید، تبدیل رو بزنید بعد ثبت کنید تا آهنگو بده. خب ویدیو تموم میشه، منتظریم. خب آهنگو دوباره دانلود میکنیم. بله حالا فرمتش تغییر کرده، حجمش هم بیشتر شده، 25 مگ شده. فرمت ها اینا همه توی حجم ها تاثیر داره. خب تا این دو دانلود میشه ما اینو میبندیم. البته اینا هیچ تأثیری ندارن ها. الان تو آهنگا هیچ تأثیری نداره. من بازش میکنم. بازش هیچ فرقی نداره با نسخه اصلیش. اینم نسخه اصلیش هیچ فرقی نداره. فقط احساس کنم صدای خورده زیاد شما ممکنه اذیت بشید. حالا درست می‌کنیم. بعد این کار نیاز داره که ماد ولورا روی بازیمون نصب باشه. ماد ولورا میگه چیه؟ آموزشی که قبلا گذاشتم، هم ماد ولورا هم ماد اگزاگو. این دو تا رو آموزشش رو قبلا گذاشتم تو چنل، میتونید نگاه کنید با برنامه FTP. اگه FTP هم شما حالا بلد نیستین، پیشنهاد میکنم اگه کار با FTP روی PS4 رو بلد نیستین، اول برید ویدیو ماشین ایرانی برای GTA با موبایل رو، اون کسایی که با موبایل میخوان انجام بدن واسه نسخه موبایلش ببینن. ولی اگه کسایی که مثلا با کامپیوتر انجام میدن ولی کار با FTP رو بلد نیستن، برن ویدیو آموزش نصب ماشین ایرانی روی GTA اونم با کامپیوتر رو ببینن. خیلی دقیق و کامل توضیح دادم که با FTP چجوری کار کنید. بعدش مسیر خیلی سرراست میشه، میتونید اون ماد واسه خودتون نصب کنید و حل کنید. حالا برای مثلا ما الان میریم FTP مون رو دوباره بالا میاریم و این پوشه رو میبندیم. دوباره FTP 192.168.0.2. خب ما دوباره به FTP مون وصل میشیم. تایید. خب حالا اومدید تو اینجا کسایی که ماد ولورا نصب کردین باید میدونن دیگه، میان تو پوشه دیتا. اینجا یه پوشه هستش به اسم ولورا. این پوشه رو میید توش. اینجا قسمت پوشه موزیک داره. اگه 1% نداشت یه دونه کلیک راست کنید، کلیک دایرکتوری بزنید و یه دونه پوشه به اسم موزیک بسازید. مثل من همینجا میتونید متنش هم ببینید به چه شکله. اینو ساختید برید توش. یه سیو هیچی خالی واسه شما اینجا خالی. این آهنگا رو من از قبل تبدیل کردم ریختم. اون آهنگی که شما تبدیل کردین رو خیلی با وو نوشه، خیلی راحت اینو بگیرید بکشید این تو و تموم.
البته این واسه من الان خطا دادش. بعد همین فقط بفرستید داخل، من الان میفرستم دوباره میام. من هرچی این فایل میفرستم اینجا میتونید ارور بهم میده نمیرفتش. الان به یه نکته پی بردم که شما این فایلی که واسه شما نوشته همینطوری نگیرید بکشید. اینجا میبینید به من فیل میده نمیفرسته. باید متن فارسی که داخلش داره رو پاک کنید. مثل من الان گفتم متن اینجاشو پاک کردم انگلیسی شده. اگه من اینو بکشم میبینید میره. من این ام پی 3 بعد پاک کنم بهش نیاز ندارم. فقط نیازی که شما بیاید اسمش رو رینیم کنید، این تیکه فارسیش رو کلا وردارید مثل من اینجا. خب حالا من ببینید الان نمیشه امتحان اون تیره اگه پشتش رو ببینیم اگه بذاریم بازم میره یا نه. دوباره میفرستیم. نه رفتش. بعد درسته. فقط اون تیکه فارسی از آهنگ متن فارسی داخل اسم آهنگتون رو پاک کنید بعد بفرستید داخل این پوشه. وقتی بفرستید خیلی راحت و شیک اینجا واسه شما اضافه میشه. واسه من اضافه شد. میتونید ببینید 25 مگا رفتش. الان من بازی هم بستم که یه موقع مثلا فکر کنم اشتباه کرده باشم، ممکنه به خاطر این باشه که بازی باز باشه، ولی نه. الان من بازی رو اجرا میکنم. داخل بازی هم به شما میگم تنظیمات ماد و این چیزاشو دیگه بدیم که شروع کنیم. خب با هم ورود زدیم داخل بازی. الان همین ماشین ایرانی این چیزایی هم که میبینید همه آموزش هست تو کانال، میتونید خیلی راحت استفاده کنید. خب ما واسه اینکه ماشین رو الان ماشین که نه ولی آهنگ رو فعال کنیم فقط و فقط نیازه که آر1 دسته رو به همراه دیپد سمت چپ دسته، یعنی نکن دیپد اون دکمه‌ای هستش که بالا پایین چپ راست سمت چپ دسته رو دیدی، آر1 رو به همراه سمت چپیش همزمان فشار به تا این لیست واسط بالا بیاد. وقتی بالا اومد همینو مستقیم یه دونه بالا بزن بیای انتهای لیست. اومدی قسمت ستینگ به برو داخل ستینگ دوباره دکمه بالا بزن دوباره تا بیای انتهای لیست. اومدی دوباره یه گزینه بالاتر نوشته موزیک پلیر، اینو که بزنی الان آهنگت اینجا اضافه شده. میتونی ببینی اون آهنگی که ما اسمشو پاک کردیم پشتش تیرک زدیم هم هستش آهنگ فارسی. من الان بزنم میبینید واسه من قشنگ فارسی میخونه. اون بالا تایمش هم زده 2 دقیقه 26. حالا ما این استاپ ببینیم یه موقع به قول معروف کپی رایت نخوریم. از این قسمت میتونید بذارید آهنگ بعدی، این قسمت بذارید آهنگ قبلی، یعنی دو تا فلش که داره بعدی و قبلی هم و بالایش استاپ، یعنی همون استاپ زدن کلا قطع کردن آهنگ و اینم پاز آهنگ. یعنی من آهنگ بدم تو دقیقه مثلا 3 ثانیه رفتش من پازو بزنم آهنگ استاپ میخوره و یه دکمه دیگه بزنم ادامهشه، ولی پایینیشو استاپ بزنم کلا آهنگ میپره رد میشه تا خودمون دوباره بزنیم از اول پخشه. بعدش این قسمت هم واسه ولوم تنظیم صداشه کم و زیادشه که من اینو کم میکنم با صدا بازی واسه ما اذیت نکنه. برای مثال دوباره آهنگ فارسیمون رو میذاریم میتونیم ببینید چقدر کمتر شده. الان دوباره اینو کمتر کنم که اصلا ببینید صداش نیست، اصلا نیست صدا نره. اینم من صدا صفر، اینم صدا 100. چی ببینید چقدر فاصله داره. بعدش اینجا ما اینو استاپ بزنیم. بعد اینا لوپ حالا تنظیمات کلیش مثلا دوباره تو چرخش دوره بره، یعنی پشت هم یه آهنگ به قول معروف پخشه. اینم حالا من والا خودم به این دست نزدم، این بقیه‌اش چون چیز مهم نیست. اینم رفرش می‌کنه، یعنی اگه موقع بازی هم ادای باز آهنگ اضافه کنید یا پاک کنید رفرش رو بزنید اون آهنگ کم و زیادش فعال میشه. یعنی یه آهنگ پاک کنید موقع بازی آهنگ رفرش رو بزنید آهنگ توی لیست بازیتون هم پاک میشه. برای مثلا الان با ماد رد راگل میام یه دونه ماشین خیلی زیبای 405 رو میگیریم یا بولت ببینیم چی بودش، حالا یادمون نیست مهم نیست. 405 رو میگیریم. 405 اینا هم میتونید اسپورت کنید خیلی قشنگ، ببریدش به گاراژتون اسپورتش کنید واسه خودتون شوتیش کنید و آهنگم الان بزنیم که پخشه و لذت دنیا رو ببرین دیگه. ببینید ما حالا این آهنگ خیلی خطرناکه ممکنه ما رو بند کنه داخل یوتیوب. میتونید ببینید حالا ما اینو یه در میام یه چند ثانیه استاپ تا یه بار دیگه بریم تو آهنگ و همین دیگه. خلاصه بود این از آموزش اضافه کردن آهنگ به GTA مون. هر خلاصه آموزشی چیزی خاصی من داخل کانالم هست از نصب بازی و غیره و نصب لینوکس روی PS4، یعنی PS4 تو میشه کامپیوتر و غیره و غیره دیگه. لایکوسا فراموش نشه الان که ویو ها ریخت به شدت داغونه. من بعضی موقع تو تلگرام ویدیو که میذارم پشتش یه دونه وی پی ان میذارم، پس حتما تلگرام داشته باشید. وی پی ان اوکی میذارم که واسه همه یوتیوبرها بتونید یه نوع کمکی بشه، چون 65% شما ویدیو منو ساب ندارین که 65% هم نه ایرانی حساب میکنن دقیق یکسان این دو تا خیلی باله. و همین دیگه لایکوسا فراموش نشه. خیلی ممنون میشم کامنت و غیرم بذارید دیگه. فعلا تا ویدیو بعد خدا نگهدار.